سعی کنین. میگه روز دیگر که لشکر قریش و عطفان به هزیمت رفته بودند، و محمد باز مدینه آمد و سلاح از خود باز کرد و نشست. میبینین بعد از جنگ خندق است. میگه بعد از اینکه لشکر قریش از این منطقه مدینه رفت و عطفان هم رفت، باز محمد آمد دیگه در مدینه برگشت. خب دوست بود پت میشد، واک آمدی گریخته بود، باز واک رفت نی پس آمد باز. لعنت لعنت لعنت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان گرامی، در این کلیپ مختصر من فقط خواستم به خدمت شما یکی از روش های علمی شفیع عیار کذاب، این مرتد بدبخت، این عمارت بوسیده و این کله پوسیده و این روباه مکار سن رسیده که شرم و حیا نداره، در اثنای متنخوانی از همان کتاب به زبان خودش میخواند که بعد از هزیمت قریش و غطفان رسول الله به مدینه بازگشتن یا برگشتن یا عودت کردند، همراه صحابه خود و سلاح نهادند که جنگ خلاص شده. و در همان کلیپ بعد از چندین ثانیه در نفس دوم چی میگه؟ با مو استایل چلوگکی و مو استایل جوکری که بعضی استنداپ کمدین ها امشب روز مردم ها میخندانن و یک توهین هم میکنه به حق رسول الله که رسول الله از اونا میترسید، اونا که می آمدن ای میرفت، ما که اونا میرفتن ای می آمد. این ما شما فقط یک التماس تفکر میکنم. خود را عقلگرا، روشنگر، خیرت پرور چی نامایی میکنین که چگونه امکان داره که یک کتاب را متن خوانی میکنه، متن اول به زبان خودش چیزی میگه و زبان دوم و در نفس دوم چیز دیگری میگه؟ آیا شما مردم به خاطر همی هستین که سر شما روشخندی تمسخر صورت بگیره، شما را احمق بسازن؟ من چنین تصور ندارم. شما همه کلیپ هایی که از شفیع عیار در اکانت ما مراجعه کنید ببینین که به همین شکل همه ایجاد دروغ گفته و دسیسه کرده.